بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. بسیار بسیار خوشحالم که سعادت داشتم یه جلسه دیگه در خدمتتون باشم. جلسه 4 از ویدیوها رو داریم ضبط می‌کنیم و خیلی خیلی خوشحالم که تونستم تو این جلسه هم در خدمت شما باشم. امیدوارم که جلسات اول تا این قسمت رو دیده باشید. در مبحث برنامه‌نویسی و موفقیت رسیدیم به اونجایی که نقش پدر مادر چیه و اصلا تعریف پدر مادر رو آوردیم توضیح دادیم. سوالات خیلی زیادی از شما به ما رسید در مورد اینکه اصلا انگار یه چالش بزرگی ایجاد شد در مورد اینکه نقش پدر مادر چیه و خیلی از خانواده‌ها اینجا براشون یه بحران وجود داره. نه، در موقع خطر من اصلا نمیتونم اجازه بدم که یک تصمیم خطرناک فرزندم بگیره و این به نظر شما یک نقش مثبتی برای پدر مادر نبود. چند بار تاکید کردم که اینو از وقتی از ابتدای زندگی در نظر بگیرین، چالش‌های فرزندان چالش‌های کوچیکیه و من میخوام یک گریزی بزنم به مقوله ترس. شاید باورتون نشه اصلا تو ذهنم نبود این کار رو انجام بدم، ولی همین الان به ذهن من رسید که اگر مقوله ترس رو اینجا باز بکنم یک سری از جواب سوالاتون رو میگیریم. بیاییم با هم دیگه مقوله ترس رو بیاریم و با جعبه قرمزمون آشناش کنیم. انسان از ابتدا از دو چیز میترسه. ترسی که در وجود بشر نهادینه وجود داره، یکی از ارتفاع و یکی از صدای بلند. فقط این دوتا برای بشر ترس داره. هیچ چیزی غیر از این دوتا برای انسان کودک نوزاد ترس نداره. شما یه مار بذار کنار کودک نمیترسه. شما آتیش بذار نمیترسه، دست میزنه به آتیش. چیز داغ بذار دست میزنه، چیز سرد بذار دست میزنه، چیز تیز بذار دست میزنه. سگ بذار نازش میکنه، مار بذار، عقرب بذار میره طرفش که بررسیش بکنه. اصلا نمیترسه. ترس توی وجود این بشر نیست. از صدای بلند میترسه و از ارتفاع. میخواین اینو بسته کنیم و بذاریم تو جعبه قرمزمان؟ اوکی. اما میخوام دستمو در نیارم بیرون. آیا شما هنوزم فقط از صدای بلند و از ارتفاع میترسین؟ بذارید یه جوک براتون بگم. آیا گول نخوردین از دست بچه‌هاتون که میرفتن روی پله و شما میترسیدین که نکنه بیفتن؟ فهمیدین چطور گول خوردین؟ اونا خودشون از ارتفاع میترسیدن. اونا هیچ وقت خودشون رو نمینداختن پایین. اونا برای جلب نظر این کارو انجام میدادن. و اگر شما حواستون بود، اونا خودشون رو مینداختن پایین که شما حواستون به یه جایی اینجا خطا اتفاق میافتاد. اونا خودشون ذاتاً از ارتفاع میترسن. ببین چقدر ما رو گول زدن. اما سوال من اینه، آیا شما الان از مار نمیترسین؟ از خرس نمیترسین؟ از شیر نمیترسین؟ آیا از آتیش نمیترسین؟ از تفنگ نمیترسین؟ از جسم تیز نمیترسین؟ لیست ترسای ما چرا انقدر زیاد شده؟ آیا ترس خوبه یا بده؟ آیا لیست ترس‌های ما زیاد بشه اصلا اساساً کار مثبت تری داریم انجام میدیم یا منفی تری داریم انجام میدیم؟ من خدمت شما عرض میکنم. اگه قرار بود که ترس زیاد خوب باشه، مثل ترس از ارتفاع و ترس از صدای بلند، حتما از همون ابتدا در بشر نهادینه قرار داده میشد. پس حتما لزومی نداشته که ما از همین چیزا بترسیم. احتیاط میکردیم، ولی ترس نه. من خودم الان یک حشره‌ای ببینم از 3 کیلومتری فرار میکنم. حالا اسمشو میذارم به اینکه من چندشم شه، ولی واقعا میترسم. چرا میترسم؟ چون مامان من میترسید و من آموزش دیدم. یعنی ما ترسیدن رو آموزش میبینیم و عادت میکنیم. به خاطر همین دست من هنوز تو این جعبه بود. میخواستم قسمت عادت‌ها رو بیارم بیرون. این عادت‌ها رو از جامعه به ارث بردیم. یه خاطره یادمه. بیاین یه خاطری براتون تعریف بکنم. یک موقعی بود، حالا که متاسفانه این بمباران ها هم شد، بعد نیست بدونین یه موقعی بمباران‌های 8 سال دفاع مقدس بود که ما تو کرمانشاه بودیم. خب بمباران هم بود. ما یه زیرزمین داشتیم که وقتی آژیر می‌زدن، که آژیر خطر می‌زدن، ما بودو اون موقع آژیر هم می‌زدن، بودو می‌رفتیم زیرزمین و خب یا مثلا دعاهایی بود که اونجا می‌خوندیم و همه خیلی حالت عرفانی بود گرفتیم و انگار تو از لحظات قبل از مرگ بود دیگه. بعدش هم که تا بمباران می‌شد و بعد دیگه حالا تمام که می‌شد آژیر سفید یا زرد، اون موقع زرد می‌زدن برای کرمانشاه بیشتر، ما از زیرزمین و پناهگاهمان بیرون می‌اومدیم و برمیگشتیم سر زندگیمون. یه موقع یه سری مهمان خونه ما اومد و همه با هم دیگه داشتیم شام می‌خوردیم، آژیر قرمز رو زدن و همه داشتیم می‌رفتیم به سمت زیرزمین.
بچه‌هایی که با ما بودن جیغ می‌زدن، مادراشون هم جیغ می‌زدن، دخترای بزرگ هم جیغ می‌زدن و ما وقتی که اینا رو دیدیم وای باید الان جیغ بزنی بس. ما وای چشمامون رو بسته بودیم. یه دفعه مامان منو گرفت، چرا جیغ می‌زنی؟ گفتم خب همه دارن جیغ می‌زنن. خب همه جیغ می‌زنن، تو چرا جیغ می‌زنی؟ گفتم خب نمی‌دونم، نه جیغ بزنی. نه اصلا لزومی نداره جیغ بزنی. چرا جیغ بزنی؟ بریم مثل همیشه میریم زیر زمین. رفتیم زیر زمین، بعد اونها هی جیغ می‌زدن و من همینجوری نگاه می‌کردم خب اینا چرا هم ماماناشون جیغ می‌زنن؟ حالت گریه، نگرانی، اضطراب، استرس وحشتناک. و من این اضطراب استرس داشتم تجربه می‌کردم واقعا. قبلا اینجوری نبودم، یعنی واقعا داشتم اون حس نگرانی رو داشتم میاموختم. خب و عادت می‌کردم، یعنی بار اول بود داشتم آموزش می‌دیدم و اگه این تکرار می‌شد عادت می‌شد. و بعد من متوجه شدم بعضی از آدما تو این شرایط اینجور عکس‌العمل رو نشون میدن و ما نمیدیم. چرا نمیدیم؟ به خاطر که ما اینو آموزش ندیدیم. متوجه منظور من شدی؟ قضیه سر چیه؟ ما اون موقع از این بمباران صدای بدی میداد ولی اینقدر ترس نداشتیم. شاید اون شبی که این جیغ هم زده شد اصلا بمبارانی نشد، ولی ترسی من داشتم که 100 برابر شبای پیش بود، چون من آموزش داشتم میدیدم این ترسو. الان متوجه شدین منظور و غایت حرف من چیه؟ منظور حرف من اینه که ترس آموزش دادنیه. احتیاط خوبه ولی ترس آموزش دادنیه. مامان من به من ترس از حشرات رو آموزش داد، ترس از مار رو آموزش داد. مثل ترس از بمباران میتونست اینو با احتیاط به من آموزش بده، نه ترس. هرچی لیست ترس ما بزرگتر بشه و بلندتر بشه، من همیشه اینو توی ذهنم اینجوری یه پیرمرد ریش بلندی رو در نظر میگیرم که سفید پوشیده و کوتاه قده، اینجوری یک لیست بلند بالایی داره که هی داره توش مینویسه لیست ترسم. ترس از آینده، ترس از بیپولی، ترس از شغل از دست دادن، ترس از دوست از دست دادن، ترس از مثلا پارتنر از دست دادن، ترس از همسر از دست دادن، ترس از بچه از دست دادن، ترس از خانه از دست دادن، ترس از ماشین از دست دادن. شما نگاه کنین این هی داره این لیستش مثل چاپ داره همینجور بزرگ میشه و این ترس و استرس و نگرانی باعث میشه که اون فرد قفل بشه. میدونی چه دارم بهتون میگم؟ یعنی یک حالتی بشه که دیگه نتونه حرکتی بکنه. هر حرکتی میخواد بکنه میترسه. هر چی تعداد این ترسا بالاتر بره شما نمیتونی حرکتات کمتر میشه. هر چی حرکت کمتری داشته باشی شما آزادی که داری در زندگی از دست میدی. و بنابراین این ترس‌های آموزش داده شده تا یه حدی خوبه. حدش که بگذره شما ترس به جای ترس احتیاط رو باید آموزش بدید. همون 2 تا ترس کافیه، بقیهش احتیاط باید باشه. آیا برای ما یه اتفاق افتاده؟ آیا شما بچه‌هاتون رو نترساندید؟ ترس از افراد غریبه، ترس از همه اون چیزی که الان خودتان میترسین و دارین به بچه‌ها یاد میدین؟ و آیا افرادی که این چیزی میترسن افراد موفقی خواهند بود؟ جلسه آینده در مورد ترس بیشتر صحبت می‌کنم. یادم قرار بود در مورد مامان بابا بودن صحبت بکنم. ترس و در انتهاش مامان بابا بودن رو با هم دیگه کامل می‌کنیم. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحالم که نظراتتون رو میشنوم و یاد میگیرم. مرسی که هستین. مرسی که اینقدر استقبال کردین. براتون آرزوی خوشحالی، سعادت و سلامت برای هر لحظه از زندگیتون دارم. امیدوارم هر جایی که هستین سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار.